اگرچه امروزها پس از پیوست شدن بعضی بینا و انشاءات با نظام یگانه گرمیدهی سرباری به شبکه‌های برق تقسیم کنی تا اندازه کم گردیده باشد هم، ولی هنوز نیز کمبودی در بخش انرژتیکی پایتخت و سرباری در زیر ایستگاه‌های برقی و ایستگاه‌های ترانسفورماتوری به مشاهده می‌رسد. دلیل این گفته‌ها می‌تواند مشکل‌های به بار آمده دوره تیرماه و زمستان سال‌های 2023-2024 باشد. با نظر داشت این، در اجلاس 17 مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت ششم که سنه 12 مارس سال 2024 برگزار گردیده بود، رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به معاونان ساحوی و مسئولین دستور دادند که بهر استفاده ثمرناک قوه برق، روشنی‌های بیرونی اطراف مکتب و باغچه، مؤسسه‌های تندرستی، بناهای بلندآشیانه و دیگر کارخانه و تشکیلات طریق باتری‌های آفتابی به راه مانده شود. در دایره دستور سپارش‌های محترم رئیس شهر دوشنبه وابسته به نصب پانل‌های آفتابی و دیزل گنراتورها در بناهای بلندآشیانه شهر دوشنبه، شبکه‌های تقسیمات برق در لایحه‌های انشاءات بررسی کرده، من بعد چنین تجهیزات برقی در بناهای بلندآشیانه به راه مانده می‌شود. مسئولین شبکه‌های تقسیمات برق شهر دوشنبه در مورد نصب پانل‌های آفتابی مشخصاً چیزی نمیگویند بجز از نصب و استفاده پانل‌های آفتابی در بیمارخانه یاری تعجیلی و چند از بیمارستان دیگر. اما مسئولان بیمارخانه یاری تعجیلی داشتن پانل‌های آفتابی را پورا رد کردند. طور گفته شد در این مؤسسه تندرستی در حالت‌های ضروری همگی از این دو گنراتور استفاده می‌برند و بس. همه ساله جهت به مشکلی سپری نمودن دوره تیرماه و زمستان، کارمندان شبکه‌های برق نواحی پایتخت چاره‌های ضروری را روی دست می‌گرفتند. اما امسال در ناحیه سینا روند کار نه آنگونه به نظر می‌رسد که سال‌های قبل بود. این در حالی است که از زمستان گذشته زمستان دیگر نگذشته است. واسطه با کمبودی که در زمستان گذشته با رخ داده بودن با وقوع آمده بودن، نقشه چهاربینی را در حجم 7 بند ترتیب دادیم که با دسترس شدن مواد تجهیزات لازمه با پراگیز رفتیم. بنا به معلومات مسئولان شبکه‌های برقی ناحیه سینا، نقشه امساله آنها از 7 بند عبارت بوده. عین حال در یک بند آن کارها قسماً اجرا گردیده است، ولی مسئولان از همکاری با ما و ثبت مکان کارهای انجام یافته به پررگی خودداری کردند. همین گونه حالت در شبکه‌های برق ناحیه اسماعیل سامانی نیز مشاهده گردید. در صحبت اول تلفنی مسئولان اظهار آمادگی از نمایش کارهای انجام داده اشان را کردند، ولی در زنگ‌های بعدی مسئولان اظهار بیخبری کردند و زنگ‌های تکراری دیگری ما کاملا به جواب ماند. مسئولان شبکه‌های برق ناحیه شاه منصور نیز در اساس نقشه 8 بنده خود کار را در یک بند آن همکنون آغاز کردند. تا موسم سرما باید که این ناحیه نیز نظام برق‌رسانی را به اهالی پورا آماده کند. در زمستان گذشته سال 23-24 در شبکه‌های برقی شهری در شبکه‌های برقی ناحیوی کمبودی‌ها زیاد بودند از سبب نرسیدن آب در آبانبار نیروگاه برقی نورا، سبب فرسوده شدن بعضی تجهیزات برقی کمبودی‌ها بسیار بود از طرف ما، از طرف شبکه‌های برقی. سر وقت آنها برقرار کرده شد. آمادگی به سال 2024 و 2025 به راه مانده شد. حالا در یک بند کارها رفته ایستاده است. در ناحیه فردوسی طبق نقشه لایحه نظام بلینگ راه اندازی شده است و کار در سمت عوض حسابکنک‌های برقی جریان دارد. اما در این ناحیه نیز کارهای آمادگی به دوره تیرماه و زمستان همچون دیگر ناحیه‌ها همگی در یک بند کارها آغاز گردیدند. قرار رئیس شهر دوشنبه جهت آمادگی به دوره تیرماه و زمستان سالهای 2024-2025 به تصویب رسیده تا امروز کار در شبکه‌های تقسیمات برق شهر دوشنبه همگی در یک بند نقشه‌ای آغاز گردیده است. تا موسم سرما باشد ماه‌های به شمار مانده است و بس. تا کجا اجرا گردیدن و نگردیدن بندهای باقی مانده نقشه شبکه‌های تقسیمات برق شهر دوشنبه تنها به مسئولان آن روشن است و خلاص.
مسئولین ریاست دولتی نظارت انرژتیکی شهر دوشنبه را نیز حالت اجرایش نقشه شبکه‌های برق ناحیه‌ها از حال به تشویش آورده است. طوری گفته شد رفع کمبودی‌های موجوده در حال حاضر نه آنگونه است که باید باشد. سنجش متخصصان ریاست نظارت دولتی انرژتیکی معین نمود که تا کنون در نظام انرژتیکی شهر دوشنبه حالت‌های زیادی با طلبات‌ها جوابگو نبودن حالت ایستگاه‌های ترانسفورماتوری، خط‌های انتقالی هوایی و زیرزمینی و دیگر دستگاه و تجهیزات‌های برقی که استفاده می‌گردند جای دارند. مسئله دیگری که امروزها باعث نگرانی گشته است از نظارت دور ماندن ایستگاه‌های ترانسفورماتوری میباشد که برخی آنها در محله‌های اهالینشین و در نزدیکی بناهای استقامتی و جایهای بازی کودکان جایگیر شدند. درهای باز و بی‌قلف آن مسئولان بخش نظارت انرژتیکی شهر دوشنبه را نیز نگران کرده است. حالت ناگوار ایستگاه ترانسفورماتوری و با طلبات‌های تکنیکی به خطر جوابگو نبودن آنها و موجود خصوصا موجود نبودن قلف‌های مخصوص و کشوده بودن درهای آنها میتواند به حادثه‌های ناخوش و مرگ‌آور چی برای شهروندان و چی به متخصصان ساحه آورده رساند. کم کردن تلفات، حفظ انشاءات انرژتیکی، تأمین با صفت نیروی برق به اهالی و پیشگیری از استفاده غیرقانونی برق مسئله‌هایی هستند که اجرای سری وقتی آن وظیفه اولی درجه مسئولان ساحه به شمار می‌رود. در 6 ماه سال جاری نظام انرژتیکی شهر دوشنبه بیش از 2.1 میلیارد کیلووات نیروی برق را قبول نموده است. تلفات باشد با 449 میلیون 146 هزار برابر می باشد که این 21.2% را تشکیل می دهد. این یعنی که حالت ناگوار ایستگاه ترانسفورماتوری همچنین درازی خطهای انتقالی برقی که در منطقه‌های حدود شهر دوشنبه مورد استفاده برای ساکنان قرار دارند شده می توانند. از جانب متخصصان ریاست در 6 ماه سال جاری بیش از 295 عدد سندهای قید ویرانکنی ترتیب داده شدند. عموما از جانب متخصصان نسبت به شخصانی که به چنین قید ویرانکنی راه دادند بیش از 315 عدد پروتکل‌های حقوق ویرانکنی معمولی ترتیب داده شده است. بیش از 35 عدد آنها نسبت نمایندگان فیلال جمعیت سهامی شده شبکه‌های تقسیماتی برق در شهر دوشنبه تطبیق گردیده است. در سمت برقرسانی اگر نظام بیلینگی در شهر دوشنبه بهبودی را در ساحه به وجود آورده باشد هم ولی برخی از نقصان‌هایی هستند که اطراف آن مشتریان بیشتر شکایت میبرند. این هم باشد پس از پرداخت انتقال برق تأمین نگشتن و زنگ‌های بی جواب آنها به مرکزهای تماس و تنظیمگران نظام بیلینگی است. این زمان از طرف رهبرت لایحه نقشه گذاری شده است که مقدار حسابناک‌های علاقه‌شان استوار را هرچه کم نمایند. در این زمینه کاربری از جانب متخصصان لایحه برای استوار کردن علاقه، سنجش علاقه حسابناک‌هایی که گاه علاقه‌شان استوار است گاه نااستوار است کوشش به خرج داده استند. به فرق از دیگر نواحی پایتخت در قطعه برقی گیپرازم ناحیه سینا کار در سمت عوض رازپیوندها و تعمیر ترانسفورماتورها نسبتاً خوب به راه مانده شده است. در این نقشه کارهای آمادگی به زمستانی در پیش ایستاده باید که کمبودی و نقصانهای تکنیکی که در تجهیزات‌های برقرسان موجودند برطرف کرده شوند. اینچنین مشکلاتی که از سالهای 60 قرن گذشته باقی مانده است مرحله به مرحله برطرف کرده می شوند. این هم باشد عوض‌نمایی سیم‌ها با سیمچوب‌هایشان است. با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و شبکه‌های تقسیمات برق شهر دوشنبه وابسته برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته در قطعه برقی مشتریان گیپرازم در ناحیه سینا طبق نقشه چاره‌بینی‌های سال‌های 2024-2025 کارها را در این سمت آغاز نمودیم. سبب تجهیزات‌هایی که ما عوض کرده ایستاده‌ایم در حالت صدموی قرار داشته و کهنه فرسوده شده بودند.
زمستان سال گذشته هر یک استفاده برنده برق پایتخت را شاهد به چگونگی انجام کارهای زمستان گذرانه مسئولان شبکه‌های برق در شهر دوشنبه گردانیده بود، زیرا کمترین به اهمیتی در اثنای بنقشه‌گیری و از نظر گذرانه دستگاه‌های تقسیمات برق در پایگاه‌های برقی در تابستان می‌تواند مشکلی را نه تنها به سر خود شبکه بلکه به ساکنان محله و استقامت کننده بینای در موسم زمستان به بار آورد. اکنون که تا به موسم سرما فرصت باقی است، پس مسئولین نظارت را در این سمت می‌باید که کار را جانب‌تر نماید.